دیدی با یه آدمایی تو زندگیمون کنار اومدیم، بخشیدیم، مهربون بودیم، پا به پاشون اومدیم که مطمئن بودیم اگر جامون با اون طرف عوض میشد اون یه دقیقه ما رو تحمل نمی‌کرد، ما رو از زندگیش مینداخت بیرون، ولی ما بازم موندیم، دلمون نیومد که تنهاش بذاریم. نمیدونم حماقت، احساس، درست، غلط چیه، یعنی هر کسی که این مدلیه نمیدونه اسم این کارش چیه، ولی جور دیگه ای هم نمیتونه باشه. اگه 1000 بارم زمان برگرده ما دوباره همون کار انجام میدیم. نمیدونم، شاید هم واسه اینه که ما خودمون توی شرایط مختلف تنها موندیم، تنها بودیم و چون میدونیم که چه حسیه دلمون نمیاد که بذاریم یه نفر دیگه دوباره اون لحظه ها رو تجربه کنه.